انتظار صعود به این ناحیه رو دارم. و اینجا یه مسئله استوپ، یعنی استوپ خیلی جذابی در دلار میتونیم ببینیم. همین هم شد خلاصه این اومد و این دو ناحیه‌ای که ما مشخص کرده بودیم بالاخره گرفتش و از اینجا دوباره صعودش رو زد. اینجا این ناحیه مثلا 105 730 و 105 291 این ناحیه‌های به قول معروف حیاتی دلار، یعنی اینجوری که مثلا میتونیم بگیم روش این سودی میشه تا مثلا 106 420 خرده‌ای و به زیر عدد 105 291 ما میتونیم یه ریزش رو تا به 104 تقریبا چند 800 872 اینا داشته باشیم و هنوز حتی ریزشی تر هم امکانش هست تا به این ناحیه 10458 هم بیاد. و فعلا که حرکتی که این زد امکان صعودش تا به این ناحیه هست و در واقع این ناحیه میتونه یه ناحیه استوپ مهم برای در واقع دلار باشه. حالا ما اگه تو تایم دیلی دلار هم بیایم، خب اول با این حرکتی که تو این سقف زد تو این ناحیه، این همری که اگه زد به قول معروف خیلی آدم قرص میکرد که این ریزشی هست، ولی یه مسئله که هست خب این اومده و روی ناحیه ها هم همر زد و خب این مسئله این که این سودی بشه قوی تره، ولی یه حالتی دلار داره سود میزنه که انگار یک ریزش به نسبت خوبی پشتش هست، چون یعنی سود باید یعنی یه حرکت، یک روند باید جوری باشه که استوپ‌های جذابی هم داشته باشه. حالا مثلا این حرکت رو شما نگاه کنید یه موومنت کارکشن جذاب بوده و این ریزشش، اما این سود رو نگاه کنید همینجوری یه گاز داره میره بالا و این از لحاظ اصولی هم میتونه اینو یک ریزشی داشته باشه، یعنی شاید بعضا از همین دو ناحیه‌ها یک تغییر روند درش صورت بگیره و تا 10458 ما امکان ریزشش رو تا همین حوالی داشته باشیم. حالا نرخ هم که اینا تغییری ندادن، اونا گذاشتن یه خورده این اقتصادشون یه نفسی بکشه، درست میگم دیگه؟ نرخ تغییر ندادن، درسته؟ نه، نرخ تغییر ندادم و گذاشتم ببینم وضعیت تورم حالا در ماه‌های آتی چطور پیش میره. ولی نه، ولی خب حرف صحبتشون این بود که در آینده این کار رو انجام میدن، ولی کلن وضعیتی که داره برای آمریکا فعلا تورمی وجود، نه اینکه وجود نداشته، تورمش رو فعلا کنترل کردن و عرضم به حضورتون شرایطش رو برای مثلا سال آینده یه جورایی میتونیم پیش بینی بکنیم. حالا من آخر جلسه توضیح میدم، ادامه بده. خب US 500 قضیهش برای اینه که ما گفتیم اینجا این ناحیه‌ای مشخص کردیم ممکنه اینو اینجوری بکنیم، یعنی به زیر این ناحیه، بعدم اومد اینجا یه همری زد، بعدش هم دوری دوجی تشکیل داره میده. خب اینا تاییدیه رو برای ریزش در واقع بیشتر میکنه. حالا اینا به عنوان این که برای رو دست ندادن میتونیم بگیم که بهانه میشه US 500 تقریبا از همین حوالی 4275 اینها از همین حوالی یک سودی درش اتفاق بیفته، یعنی ما در واقع حرکتایی که در US 500 می‌بینیم که اینجا تو یک ساعته اینجا می‌بینیم که اینجا مثلا یه همر زده، مشتاق برای این که بیاد این ناحیه آبی رو بگیره، مشتاق تو بیاد این. حالا من یه علامتم بذارم، یا 4275 همین حوالی رو بگیره و تا به اینجا ریزشی بشه. حالا بعد به همون بهانه که یعنی یه سود خوبی درش اتفاق بیفته، به همون بهانه افزایش ندادن نرخ بهره و یه سود کوتاه مدت تا تقریبا همین حوالی 4373 و همین حوالی رو احتمال داریم که بعد از این مسئله یه سود داشته باشه. حالا بازار به قول معروف که اساتیدش که به زور تعلیم می‌کنه، حالا ما دیگه قسم نمیدیم حتما به اینجا برسه. بعد اینکه US 100 هم حالا مثلا اینجور که رفتاراش نشون میده ممکنه یه مقداری یه سودی بزنه، حالا مثلا تا این حوالی‌ها، بعد بیاد موج ریزشی بعدی خودش رو در واقع ادامه بده، چون اینجا نکنید این هم خیلی یه حالتی دوجی طوره یا همش جور دوجی میده، یعنی ممکنه این ریزش رو ببینه، ولی با یه سود ریز ممکنه بیاد و این ناحیه رو در واقع ما ببینیم.
و به نظر من این دو ناحیه مشخص شده از ناحیه‌های استوپ خوب US100 هستش و میتونه اون رو سودی بکنه. یعنی این امکان درش وجود داره. حالا همری هم که اینجا زده قضیه تایید برای اینکه در واقع همه میخوان یک ریزشی داشته باشن برای یه صعود جذاب، اینجوری بگم. یعنی مطلب قضیهش اینه، این اتفاق بیفته. برای اونها نرخ بهره رو افزایش ندادن. خودشون نگاه کنید الان مثلا هم هفته که نرخ بهره افزایش پیدا نکرد، اینا اینجا رنج شدن و دیگه نریختن. اون ریزش خیلی قدرتمند نشد نسبت به گذشته. نگاه کنید از اون بالا ریخت ولی به اون نرخ بهره استوب. این مسئله به هر حال مهمه و موثر. و عرض آخر یورو من انتظار داشتم که به هر حال از این نوعیه یه سود درش اتفاق بیفته و یه مقداری سودی بشه. حالا نشد و زیر این محدوده من در نظر داشتم که این بیاد تا محدوده 5532. در واقع ما الان بیایم توی تایم دیلی، حالا یه خورده به هم رسیده شرمنده، اینجا این محدوده که رسید و این دوجی‌هایی که این داشت شکل میداد، من خب دلم قرص شده گفتم که حتما صعود رو میزن. ولی خب از قبل این انتظار میرفت با این حرکتی که اینجا زد، این ناحیه دوجی‌هایی که زد، حالا اگه تو تصویر درست مشخص باشه یا نه نمیدونم، من خورده نزدیکتر بکنم. با این دو تا دوجی که زد انتظار میرفت این ریزش قوی هم داشته باشه. حالا این مثلا این دوجی‌هایی که اینجا اومد یه خورده به قول اون ته دل ما رو خالی کردن ریزش قوی، ولی خب در کل مشخص بود با این دوجی این ریزش ما ببینیم حداقل تا مثلا تا به این ناحیه بیاد. الان ما بیایم توی تایم های پایین‌تر هم می‌بینیم که رفتاری که اومده دقیقاً نگاه کنید اومد به زیر این واکنش نشون داد و این ریزش درش اتفاق افتاد و هنوز امکانش هست که بیشتر از این ریزشی بشه و اینجا در واقع یک ناحیه استوپ برای در واقع ارز یورو. بعد حالا از اونجا ممکنه ادامه ریزش رو ما درش داشته باشیم. به هر حال البته یه چیزی هم که هست اینه که آقا این رونده خیلی توی ناحیه استوپ شده، یعنی اینجا بعد دیگه الان همینجوری ریخته، از 3 بار ریخته. یعنی بار بعدی هم اگه بخواد سود بزنه انتظار میره که کلا دیگه این یک روند نزولی بشه. در میگم تکنیکال خودش رو تطبیق داده با فاندامنتال و رفتارهاشو، یعنی رفتارهای تکنیکالی رو میشه تشخیص داد. یعنی فاندامنتال رو میشه از لحاظ تکنیکالی دید. مشخصه این رفتار یعنی اینکه آقا من یه مقدار خیلی دیگه دارم ضعیف میشم، شاید دیگه توان اصلا سود زدن رو نداشته باشم. چیک بکنه یا چه میدونم زیر این محدوده فیشینگ بکنه، دوباره بخواد از همین محدوده شروع بکنه به رشد کردن. میاد احتمال داره یه رنج بزنه اینجا فیشینگ کنه، چند روز بعد دوباره بخواد رشد بکنه و بقیه جفت ارزا رو تحت تاثیر این حرکت خودش قرار بده. ولی خب اون چیزی که من حالا با تجربه دارم میبینم، به نظر من یه رشدی میتونه مثلا تا این محدودات داشته باشه تو چند روز یا مثلا چند هفته. و از اون ور S&P هم من یه سری محدودهای مهمی رو مشخص کردم که روی محدودها واکنش نشون داده. داریم میبینین یه ناحیه حمایتی رو من اینجا معلوم کردم که از چند ماه پیش تا به الان هر موقع 2 بار 3 بار داره بهش برخورد میکنه و بهش واکنش نشون میده. توی تایم فریم دیلی هم دقت کنیم میبینیم که الان اومده به این محدوده رسیده، کم کم داره یه شکل همر سبزی رو به خودش میگیره. اگه این بتونه یه مثلا همر سبزی بسته بشه یا یه اردر بلاکی تشکیل بده که بخواد از همینجا شروع بکنه به رشد کردن، میتونه تا محدوده 43.74/03. حالا من این تو آیا من نمیدونم تو تریدینگ ویو دقیقاً چه عددی رو نمایش میده، ولی تو آیا مثلا میشه 43.74/03 میتونه تا این محدوده یه رشدی بکنه یا اصلاحی انجام بده، از همین محدوده دوباره بیاد و به این محدوده برسه شروع بکنه به ریختن، با توجه به اینکه میگیم دلار رشد میکنه. ولی خب ما چیزی که از فاندامنتال هفته پیش دلار دیدیم، نرخ بیکاری کمتر شد. یعنی که آقا افراد بیکار تو این جامعه دارن کمتر میشن، نرخ بیکاری داره میاد پایینتر. این هفته هم اگه به همین منوال باشه میتونه یه خبر مثبت، پوان مثبتی باشه برای دلار و یه پوان منفی باشه برای S&P و جفت ارزهای دیگه مثلا یورو یا پوند. ولی من میگم این اصلاح میتونه یه اصلاح خیلی کوچیک باشه تا این محدوده از همینجا بیاد
این محدوده رو کامل بگیره و شروع بکنه بریختن توی مثلا یه هفته یا 2 هفته این اتفاق بیفته. ولی خوشبینانه ترین حالتی که من میتونم واسه S&P در نظر بگیرم اینه که رنج بشه این هفته 2 روز چهارشنبه و پنجشنبه. نمیتونم بگم که یه رشد خیلی زیادی میکنه مثلا یا تا این سقف خودش یا تا اینجا رشد بکنه. یا خیلی خوشبینانه مثلا میگم یه رنج رو به بالا، بعد از همینجا دوباره شروع بکنه بریختن. وضعیت یورو من توی توضیحاتم گفتم ضعیفه. هفته پیشم گفتم ضعیفه، نیاز به یک اصلاح داره. الان اصلاحش انجام بشه بتونه 50% یا کلا به این محدوده مجدد برسه، به این کف اینجا برسه که این مقاومت بشه، با سیگنال میتونیم بگیم یک ریزش خوبی رو در پیش داره مجدد یورو و میتونه یورو سود خوبی رو به حالا دوستانی که اینسترومنت رو دوست دارن بده. روی پوندم یه توضیح رو خدمتتون عرض کنم که پوند باز هم مثل یورو ضعیفه، شرایط مساعدی نداره و از خیلی وقت پیش شروع کرده به ریزش مثل یورو و در نهایت هم وضعیت مساعدی باز هم نداره. میتونه در تایم فریم روزانه نگاش بکنیم میتونه این کف رو مجدد بگیره، ولی خب اگر من دارم این کف رو بگیره فردا فکر نکنید اینجا من پوزیشن رو باز کردم دیگه فقط مدیریتش بکنم، نه، ممکنه اصلا برگرده بیادش اینجا اصلاح داشته باشه، از اینجا شروع بکنه به ریزش. حواستون باشه بازار هوشمنده، مراقب سرمایه‌تون باشین. اگه داری میگه آقا $50 سود بکنم، $20 سود بکنم، به همون میزان سود بکنین. اگر دارین موقعیتشو دارین، پوزیشن رو باز میخواین نگه دارین، سیف کردین و استاپتون رو بردین پایین، موقعیت رو دارین، توی پوزیشن هم هستین دیگه، آقا اون باقی اون مقدار پول رو فقط مدیریت بکنین. مثلا اگر شما اینجا وارد شدین دو تا تیپی اینجا گرفته شده، یه دونه از تیپیاتون رو میخواین حرکت بدین به سمت پایین، دیگه دنبال این نباشین آقا من نمیدونم پوزیشن بعدی رو باز بکنم. چرا من بهتون میگم آقا الان این کار انجام بدین؟ به خاطر اینکه باید یه مقدار زمان بدین به خودتون، تجربه بیشتر بشه. یه زمانی میبینی آقا اینجا وارد میشین، بعد فرداش میای اینجا وارد میشین، بعدش میای اینجا یعنی که 3 تا حالت مختلف پوزیشن باز کردین، یعنی که 3 تا سل باز کردین و هنوزم توی پوزیشنین، یعنی پوزیشن مدیریت داره میشه. اینجا تجربه داره بهتون میگه. تجربه چیه؟ تجربه میگه آقا من درک بازارم بیشتر شده و میتونم اینجا مدیریت بکنم. میدونم از لحاظ فاندامنتالی پوند قوی نیست، یورو قوی نیست. وقتی وارد پوزیشن میشم 3 روز 4 روز باز هم پشت سر هم دارم مدیریت میکنم و 3 تا پوزیشن رو با هم دیگه باز نگه داشتم و سود بیشتری رو دارم دریافت کنم. این میشه مدیریت. ولی الان برای شما یه مقدار سخته، بخاطر اینکه وارد پوزیشن میشین، تجربتون بیشتر داره میشه، بخواید این کارو انجام بدین ممکنه آقا سرمایه‌تون کمه دیگه. مثلا ما ماهایی که وارد پوزیشن میشیم آقا 10,000 تا نمیدونم 20,000 تا یا 30,000 تا که نداریم که. اینجا پوزیشن باز میکنه آقا خارج میشیم، فردا روز اگه شرایط مناسب دیدیم مجدد وارد میشیم و خارج میشیم مجدد به همین شکل. اگه بخوایم روزانه ترید بکنیم به همین شکل بعد بریم جلو. بعد در نهایت آقا رفته 1 سال دیگه ارشیا نمیدونم امیر شرایط بهتری رو دارن و میتونن آقا با پیش بینی که کردن سود بیشتری رو دریافت کنن و بازار رو دست بگیرن. روانشناسی رو دیگه میدونن چجوری و پیش میره. S&P طبق توضیحاتی که امیر داد کاملا مشخص و معین بود که تحلیل کرده برای این هفته که بخواد یه نوسانی بگیره. خیلی مراقب باشه امیر، حواست باشه، چون هفته پیش خوب ریخ نمیشه چشم پوشی بکنیم، دقیقاً از اینجا بگیم در نظر بگیریم حدوداً 2% 3% ریزش داشتیم از هفته پیش. پس اگر بخواد دوباره ریزش بکنی مقدار مشکوکه، ولی باید اصلاحش رو انجام بده. الان یه دونه کندل سبز رنگ تا اینجای کار بسته شده، کندل برعکس قرمز رنگ، کندل سبز رنگ. اگر بخواد اصلاحی داشته باشه من میگم میتونه تا اینجای کار رشد داشته باشه، بعد شروع بکنه به ریزش.
در غیر این صورت اگه بخواد ریزش داشته باشه باید بیادش اینجا یه برگشت از اینجا در تایم فریم پایین اینجوری نگاه بکنین. این نشون دهنده اینه که توی آمریکا فعلا پروبلمی ندارن و اینفلیشنی ندارن و این در نهایت داره به من شخصا داره میگه که وضعیت مساعدی داره، اما چرا ارزهای دیگه شروع کردن به ریزش؟ چون ترس اینه دارن که دوباره فد بخواد نرخ بهره خودش رو تغییر بده و این اتفاق ممکنه روزها دوباره تکرار بشه. دوستان توجه داشته باشین وقتی ما در تایم فریم روزانه میایم بررسی میکنیم به همه چی دست پیدا میکنیم. وقتی S&P رو توی تایم فریم روزانه نگاه میکنیم اینجوری یه برگشت داشته، بعد میادش اینجا ما در تایم فریم روزانه میبینیم آقا اصلا از این سطح عبور نکرد، اومد اینجا مجدد شروع کرد به ریزش. چون از لحاظ تکنیکال ما هممون میدونیم که وقتی یه دونه یک تشکیل میشه خب دو باید حدودا 30%، 40%، 50% یا 100% اصلاح بکنه. اینجا نزدیک به حدودا 70% اصلاح کرده و دوباره مجدد ریزش کرده. اینجا همه را قرمز رنگ دوجی شروع کرده به رشد کردن، از اینجا شروع کرده به ریزش. خب به سطح قبلی نرسیده، به شادوی قبلی نرسیده، شروع کرده به ریزش. یعنی اون شخصی که از لحاظ فاندامنتال میدونه که بازار توی مسیر نزول قرار گرفته، بهترین حالت ممکن از لحاظ تکنیکالی میادش بررسی میکنه، میگه آقا موومنت ها همیشه خوب بوده، درسته، موومنت خوبی رو داشتیم، ولی کندلا دیگه رفته خیلی کمجون شدن. متوجه میشه آقا این شادو که زده شده رفته خبری بوده، خب با این وضعیتی که تشکیل داده و نتونست از سطح قبلی عبور کنه دنبال سل میگرده. از لحاظ فاندامنتالی میدونه که نرخ بهره آمریکا میخواد مجدد دست زده بشه و ارزهای دیگه توی روند نزول هستن، سهام‌ها توی اصلاح هستن و این میتونه برای شاخص‌ها تاثیر منفی بذاره. طرف میادش اینجا سلشو میگیره، استاپش هم بالا. یا کسایی که حرفه‌ای هستن، با تجربه هستن، ما خودمون رو نمیتونیم بگیم خیلی حرفه‌ای هستن، کسایی که تجربه زیاد دارن خب استاپاش ممکنه بعضی موقع ببینیم به 30 پیپ یا 50 پیپ هم برسه، ولی اون میدونه که این مسیر نزوله. چرا بالا میذاره؟ به خاطر اینکه آقا یک وقت یک شادویی نزنه که این استاپش رو الکی بگیره، ولی در کل استاپش رو میذاره، مدیریت میکنه و در نهایت میبینه که رفت توی روند نزول، استاپش رو میادش پایین تر و یواش یواش سیو میکنه و از بازار خارج میشه. ولی خیلی ها هستن میگن اینجا وارد پوزیشن شدن، اینجا مجدد وارد میشن، اینجا وارد میشن. یعنی چی؟ یعنی که تجربه، فاندامنتال، درک بازار، این رو سال دیگه متوجه میشه حرف منو. چرا؟ چون الان تجربتون داره رفته بیشتر و بیشتر میشه و در نهایت میای میبینی آها اینجا سال پیش یه حرکتی رو زده، یک سقفی رو درست کرده و میتونه برای مثلا S&P شرایط مناسبی باشه برای سل یا بای. اون موقع است که تو اصلا میگی آقا من یه پوزیشن باز کردم، پوزیشنم مثلا 3 روز یا یه هفته توی پوزیشنم، درسته؟ اون یه هفته تبدیل میشه مثلا به 2 هفته، 2 هفته تبدیل میشه رفته این تجربه به دست میاد. تو نمیتونی بگی آقا من الان پوزیشن رو باز بکنم تموم شد، اینجا 3 تشکیل شد، پوزیشن رو باز بکنم ریزش میکنه بعد برمیگرده، استاپام هم میگیره، این همه سودی هم که کردم هیچ میشه. واسه همینه من میگم آقا الان تجربه است. وضعیت طلا رو من نسبتاً رنج میبینم. رنج هم منظورم که با شادو رفت و برگشت زیاد داره. رنج میبینم چون محدوده های نسبتاً جذابی برای خودش تشکیل داده، کفای مناسبی رو برای خودش تشکیل داده. این کف حمایت خوبی بوده، از قبل برخورد داشته، رشد کرده، مجدد برگشت داشته، اینجای کار اصلاحش انجام داده و با مجدد رشد کرده، به سطح قبلی رسیده، دوباره ریزش کرده،
خب یعنی چی؟ یعنی که کلا توی یک محدوده‌ای داره رنج میزنه. ممکنه بگیم از اینجا تا اینجا برای طلا خیلی سخته که تشخیص بدیم که میتونه از این سطح مقاومتی عبور بکنه یا از سطح حمایتی خودمون عبور بکنه و به سمت پایین حرکت داشته باشه. ولی طلا رو من فعلا با این شرایط توی اسلام میبینم، ولی باز هم صعوده. حالا کی و چه موقع این مسیر درستی رو پیدا بکنه، باید از سطح قبلی خودش عبور بکنه. در تایم فریم روزانه داریم میبینیمش. اگر از اینجا عبور بکنه، حداقل یه سیگنالی رو داره به ما میده. این سطح عبور بکنه، از این سطح عبور بشه، میگه آقا من یه موقعیت رو دارم برای رشد کردن. و اگر از این محدوده عبور بکنین دیگه شما میگه خب یه دونه 1 تشکیل شد، یه 2 تشکیل داد و یه دونه 3 میخواد تشکیل بشه که تا اینجای کار اومده بالا، بعد توی اصلاح بره و بعد 2 که تشکیل داد میریم توی 3 جدید که بعد در نهایت بگیم آقا توی سال آینده، حالا شاید این فضایی باشه، توی سال آینده طلا رو حالا رو محدودهای بالاتر ببینیم، 2200 ببینیمش. اگر از محدوده قبلی خودش عبور بکنه، میتونه تارگت خیلی قدیمی خودش رو پس بگیره، 2200 و مجدد بیشتر هم میتونه رشد داشته باشه اگر بخواد از اینجا عبور بکنه. بود یک زمانی توی بازارهای ارزهای دیجیتال دیدیم بازارها ترکیدن، رشد کردن، خیلی مثلا ماشینشون رو فروختن، خیلی مثلا دستمندشون رو فروختن و چیزهای دیگه، وارد پوزیشن شدن. این هجومه، پول عظیمی وارد بازار میشه. وقتی میگم آقا این سطح بشکنه ممکنه اینو بگیره، یعنی که باید این سطح شکسته بشه. اینجاست که هیجان توی بازار زیاد میشه و به راحتی میتونه این سطح رو پس بگیره و بعد بره توی اصلاح و مطمئن باشین در مسیر صعود هم قرار میگیره و بیت کوین هم با طلا میتونه راحت همسو بشه و رشد خوبی داشته باشه. تا اینجای کار هم که داریم میبینیم که بیت کوین طبق گفته‌های خودمون فعلا داره حرکت میکنه و رنج. نگاه کن طلا و بیت کوین توی مسیر رنجیه و بخوایم تصمیم درستی رو بگیریم بابت اینکه این رفت و برگشت ها میشه ازش پولی رو در آورد، آره میشه توی تایم فریم پایین‌تر میشه این کار انجام داد. ولی دوستان اگر در فکرتون اینه که سرمایه گذاری بکنید، الان شرایط مساعدی نداره، باز هم دارم میگم، چون فشار فروشنده ها اینجا زیاده. من حجمی رو توی نینجا ندیدم، اینجای کار دیدم که مثلا از بالا دارن فشار میارن ولی از پایین ندیدم به خوبی فشار خریدارها بیشتر باشه. ولی اگر اینجا یک زمانی یک شرایط پیش بیادش که بخواد سیگنالی رو بده، معرفی میکنم مجدد برای باگ گرفتن، ولی تصمیم بر این داریم که بیت کوین رو باز هم توی اصلاح ببینیم.